تو از یک مادر تاجیک پارس به دنیا آمدی، زبان مادری تو پارسی هست و تو از خود اصالت داری، تو از خود تاریخ داری، تو از خود فرهنگ داری، تو از خود تمدن داری. چرا باید تاجیک پارس بودن تو مساوی به این باشه که دیگرها را میخوایی حذف کنی، دیگرها را میخوایی توهین کنی؟ این سخنایی است که دشمن به گوش ما پر کرده. خودشان هر آن چیزی که میخواین هستن، اما وقتی یک تاجیک پارس بیدار میشه، خودشناس میشه، به اصالت خود برمیگرده، به ریشه خود برمیگرده، باز همه اینا بیدار میشن، همه اینا انسان دوست میشن، نمیفهم وحدت ملی، نمیدانم انسانیت زنده باد، پوست مهم نیست، جلد مهم نیست، نژاد مهم نیست، هویت مهم نیست. پس این همه هویت، این همه زبان، این همه تبار در دنیا برای چی هست شده وقتی اینا مهم نبودن؟ اینا مهم هستن،